یولیانا ایوانووا و تراس اشیتکوف دکتری زنانه و امبریولوژی روس به قاچاق انسان متهم می شوند. دهم سپتامبر حکم حبس آنها برای 3 ماه دیگر تمدید یافت. این زن و شوهر صاحب 2 پسرند. آنها از ماه یول به این سو نمیدانند که چرا والدینشان در بازداشتگاه موقتی نگه داشته می شوند. البته که مرگ کودک فاجعه است، چون این حالتها رخ می‌دهند، ولی طبیبان به این هیچ ربطی ندارند. قضیه از آنجا شروع شد که ماه ینور در مسکو یک طفل از مادر سوراگاتی یا کرایه به دنیا آمد و فوتید. این نوزاد را زن برای یک عائله نازو از فیلیپین تولد کرده بود. در این پرونده در مجموع گپ درباره 13 کودک می رود و آغاز آن به سالهای 2014-2016 ربط می گیرد. یگان دلیل واقعی و مشخص وجود ندارد. یگان سند تصدیق کننده هم در پرونده وارد نشده است. طبیبان هر بار برای همراهی و دستگیری همکسبان خود به مرافعه دادگاهی می آیند. مادر سوراگاتی هم یکی از شکل‌های کمک طبی است که در روسیه به آن اجازه داده شده است. بنابراین من نمیدانم چرا در این حالت کمک طبی را به خرید و فروش آدم ربط می‌دهند. در مجموع 8 نفر با اتهام خرید و فروش کودکان در بازداشت قرار دارند. از جمله کارمندان کلینیکای مرکزی اروپایی مادر سوراگاتی یا کرایه هم بازداشت شدند. ایگور ترونوف وکیل روس قرار درباره آغاز پرونده جنایی را معرفی می‌کند. در پرونده ترونوف والدان فیلیپینی را نمایندگی می‌کند که محض فرزند آنها سبب آغاز پرونده جنایی شد. ترونوف تاکید می‌کند که همسران فیلیپینی آمادند از تشخیص ژنتیکی گذرند و اثبات کنند که کودکان را نخریدند. ولی شبهه ها در این حالت خنده آورند، زیرا کودکان فیلیپینی را با چشم عادی هم می شود فرق کرد. رنگ پوست و چشم آنها اصلا دیگر است. Иван Юрьевна обратился, да, как уже к последней такой надежде, с самым большим опытом человеком. ایرینا سانکووا هم یکی از مشتریان پزشکان بازداشت شده است. او یک پسر دارد و یکی از والدانی است که به جانبداری از آزادی دختران امضا گذاشت. زیر مراجعتنامه برای رهایی طبیبان در مجموع 7500 نفر دست ماندند. نه طبیبان و نه مشتریان آنها نمیدانند که چطور دختران به پرونده آدم فروشی وارد شدند. در رابطه با این قضیه در شبکه‌های روسیه ده‌ها برنامه و گزارش‌ها نشر شد. اما در این برنامه‌ها یگان بار مفتشانی که پرونده را آغاز کردند شرکت نکردند. مقامات تفتیشات همچنین بارها اصرار کردند که این پرونده پشت درهای بسته و بدون شرکت خبرنگاران بررسی شود. با این حال در رابطه با این پرونده بدون قربانی به دختران 15 سال زندان تهدید می‌کند.